خانم‌ها جزئی نگر هستن. این ایراد نداره، ضمن اینکه تفاوت‌هایی هم در سطح و مقدار این جزئی نگری در خانم‌ها وجود داره، ولی خانم‌ها باید برخی از ابعاد کلی نگر بودن رو در خودشون تقویت بکنن. علاقه به ظهور، علاقه به فرج، علاقه به مولا حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، علاقه به اصل امامت نیاز داره که انسان خیلی کل نگر باشه. حضرت میاد برای آباد کردن جهان، یه خانومی که سیاسی نباشه، یه خانومی که از سیاست سر در نیاره، یه خانومی که درک کلی از جهان نداشته باشه، چجوری میتونه منتظر حضرت باشه؟ حضرت مگه یه آقایی هستن که خوبن برای خودشون ما بریم بهشون التماس دعا بگیم؟ و خانومها برای اینکه کلنگری خودشون رو در عرصه جهانی تقویت بکنن باید به موضوع انتظار، به موضوع مهدویت بیشتر نگاه بکنن، بیشتر دقت بکنن. به مسائل کلانی که الان جهان رو اداره میکنه خانومها بیشتر نگاه بکنن. اینکه خانومها سیاسی بشن یک ارزش فوق‌العاده است. حضرت امام خیلی تقدیر میکردن از سخنان خانومها و رفتارهای خانومهای سیاسی که یا جلوه‌های سیاسی نشون میدادن، مثل مادران شهدا بعضیشون تو صحبت‌های خودشون نقل میکنن. بعد حضرت امام یه بار میفرمودن این خانومها رهبر ما هستن، یه بار فرمودن من این خانومها رو به رهبری خودم میپذیرم. خانومی که بینش سیاسی داشته باشه این خانومیه که اون طبیعت جزئی نگر خودش رو تغییر داده. سیاسیون اگر ببینن خانومها هوشیاری سیاسی دارن واقعا دیگه اشتباهشون یا احیانا حتی خیانتشون نعوذ بالله بسیار کاسته خواهد شد و از بین خواهد رفت. یه جامعه از نظر سیاسی عقب باشه یعنی خانومهاش عقبن، چون خانومها میتونن به سهولت مردها رو هوشیار بکنن در عرصه سیاسی. و خانومها یک آزادمنشی و آزادگی روحی خدا بهشون داده، تو عرصه سیاست تشخیص درست بدن میتونن فریاد بزنن. شما حتما دیدید خانومهای حری که میان از حق دفاع میکنن پای همه چیشم میستن. وهب رو نگاه بکنید به صورتی، یا نمیدونم مثال برجسته قرآن خانوم آسیه است، محکم وای میسته، تیکه تیکه هم میشه، دفاع هم میکنه از حق و کوتاه نمیاد. افشاگری ها، شما میدونید دو خانم برجسته در دین ما هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها. تحلیل های سیاسی که این دو بانوی بزرگوار میدن بی‌نظیره. این دو خانم مگه الگوی حجابن؟ حجاب رو شما از کنیز از زهرا هم میتونی یاد بگیری، از خیلی از خانم‌های مسلمان دیگه میتونی یاد بگیری. مردها باید بیان تحلیل سیاسی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیرن. یکی از پیشنهادهای من به طور مشخص اینه، میخواید مهدوی بشید کلاس تحلیل سیاسی بگذارید، در مورد قدرت‌های جهان صحبت بکنید. الان وضع منطقه به چه سمتی داره میده؟ چرا جمهوری اسلامی امروز قدرتمندتر از پیش شده؟ خیلی از خوبان معلوم نیست تو 313 نفر باشن، 50 نفر از اینا خانوما هستن. آقا اینا چقدر رشد کردن، رفتن توی زیر نظر این 313 نفر هزاران نفر لشکریان دارن حضرت و 50 تاشون خانوما هستن. خیلی جالبه ها. این 50 نفر یه نقش بین‌المللی میخوان ایفا کنن. زن باید تحلیلگر باشه از نظر سیاسی و این یعنی منتظر امام زمان بودن. سیاسی نباشید امام زمان علیه السلام نمیاد. مردم کوفه سیاسی نبودن که امیرالمومنین غریب شد، مردم کوفه سیاسی نبودن که ابا عبدالله الحسین سربریده شد. نه ما خیلی به حضرت علاقه داریم، مردم کوفه هم خیلی علاقه داشتن. من آقا اومدم از امام زمان علیه السلام اینجا طرفداری کنم، میگم سیاسی باشید. ببینید شما وقتی که خانم ها وارد تحلیل سیاسی بشید و خودتون تقویت بکنید در مسائل تحلیل سیاسی، از آقایون بهتر میتونید عمل کنید. میدونید چرا؟ چون آقایون تو درواسی هم دیگه ممکنه گیر بکنن، حق و باطل رو قاطی بکنن یا کم و زیادش بکنن، ولی شما حرید، آزادید. شما که نمیخواید برید پست بگیرید یا پست بهتون بدن یا پست ازتون بگیرن، آزاد نقد کنید. مدیریت کار مرداست، شما مردها رو نقد کنید. این مدیریتش غلط بود، این مدیریتش درست بود. بله آدم مردهاش هم اولش بخوام بیان تحلیل سیاسی بکنن نمیتونن، دچار اشتباه میشن، دچار ضعف میشن. باز عرض میکنم سیاسی که میگم شما حداقل برید سراغ سیاست کلان، یعنی حضور حضرت، مقدمه سازی برای از بین بردن قدرت‌های جهانی،
چگونه ما مقدمه چینی بکنیم برای اینکه قدرت به دست بیاریم؟ اوج تربیت دین اینه که زن رو سیاسی بار بیاره و الا زن بسیاری از فضائل اخلاقی رو داشته باشه طبیعیه.